اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه‌شنبه. وزارت عدلیه میگوید 7000 جریب زمین اماراتی در ولایت کندوز تثبیت گردید. از سوی کمیته جمع‌آوری گدایان از مناطق مختلف شهر کابل تا 28 قوس سال جاری 1401 هجری شمسی 19827 تن گدا جمع‌آوری گردیده است. وزارت انرژی و آب میگوید سنگبنای 7 پروژه در ولایت خوست تقریباً به ارزش 50 میلیون افغانی گذاشته شد. از سوی شاروالی کابل در ناحیه پنجم از سیستم مرکزگرمی بلاک ها و خانه ها نظارت صورت گرفت. در ولایت هلمند از سوی اداره ملی استاندارد بیش از 180 ذخیره تیل و 60 پمپ استیشن مورد نظارت قرار گرفت که از این میان 50 پمپ استیشن و 18 ذخیره تیل مهرلاک گردید. وزارت دولت در امور حوادث طبیعی میگوید با کمک مالی مؤسسه DRC برای 80 تن زلزله زدگان ولایت کنر کمک نقدی توزیع گردید. شیخ محمد قاسم خالد والی کابل با مولوی عبدالغفار رئیس محکمه استئناف و هیئت همراهش دیدار نمود. شرکت برشنای افغانستان میگوید کمیته بین المللی صلیب سرخ 2 پایه ترانسفرمر با ظرفیت 100 کیلووات آمپر را بر ریاست برشنای بادغیس کمک نمود. قیطه ویژه عملیات تنفیذی محافظت میگوید با سعی و تلاش رهبری یک باب مسجد به شکل اساسی و معیاری به بهره برداری سپرده شد. در ولایت میدان وردک به اساس حکم محکمه به یک تن مجرم جزای تعزیری تطبیق گردید. از سوی شاروالی کابل در چهارراهی دوم احمدشاه بابا مین پلان عملیاتی نظم شهری تطبیق گردید.